الحمد لولیه و الصلاة و السلام علی نبیه و بعد. عزیزان گرامی، با درس پنجم از دروس قاعده نورانی حصه اول با شما هستم. در این درس ان الله العزیز تنوین و همچنین حروفی که به تنوین می آید خدمتتان بیان خواهد شد و تمرین کرده خواهد شد. تنوین دو زبر، دو زیر و دو پیش را تنوین می گویند و هر جایی که تنوین می آید در آنجا غنه کردن هم ضروری هست، بجز از حروف حلقی که بعد از تنوین و نون ساکن حروف حلقی بیاید، یعنی همزه، ها، عین، ح، غین، خا. این حروف حلقی است، بیاید در آنجا واضح خوانده می شود و غنه اخفا کردن درست نیست. بسم الله الرحمن الرحیم. میم دو زبر من، میم دو زیر مین، من، من، میم دو پیش من، 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 من. حروفایی که قبلا هم خدمتتان بیان شد که کش کرده شود در اینجا نیز اون حروفا کش می شود. بعضی حروف به مقدار 5 الف و بعضی حروف هم به مقدار 1 الف. با دو زبر بن، با دو زیر بین، بن، بین، با دو پیش بون، بن، بین، بون. حروفی که قبلا خدمتتان بیان شد که حروفای تفخیم است، البته پر خوانده می شود، و حروفایی که ترقیق یعنی باریک است آنها باید در اینجا هم مراعات بشود. واو دو زبر ون، واو دو زیر وین، ون، وین، واو دو پیش ون، ون، وین، ون. فا دو زبر فن، فا دو زیر فین، فن، فین، فا دو پیش فون، فن، فین، فون. ثا دو زبر ثن، ثا دو زیر ثین، ثن، ثین، ثا دو پیش ثن، ثن، ثین، ثن. ذال دو زبر ذن، ذال دو زیر ذین، ذن، ذین، ذال دو پیش ذن، ذن، ذین، ذن. حالا حروف تفخیم است، پر خوانده شود. ضا دو زبر ظن، ضا دو زیر ظن، 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 ضا دو پیش ظن، 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 ظن. زا دو زبر زن، زا دو زیر زین، زن، زین، زا دو پیش زن، زن، زین، زن. سین دو زبر سن، سین دو زیر سین، سن، سین، سین دو پیش سن، سن، سین، سن. صاد دو زبر صن، حروف تفخیم است یعنی پر خوانده می شود. صاد دو زیر صن، 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 صاد دو پیش صن، 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 صن.
تا دو زبر تن، تا دو زیر تین، تن تین. تا دو پیش تون، تن تین تون. دال دو زبر دن، دال دو زیر دین، دن دین. دال دو پیش دون، دن دین دون. قا دو زبر قن، قا دو زیر طن، قن طن. قا دو پیش طن، قن طن طن. را دو زبر رن، را دو زیر رن، رن رن. را دو پیش رن، رن رن رن. را حروف تفخیم است، در فتحه و همچنین در ضمه، یعنی زبر پیش بیاید اونجا پر خوانده می شود. اگر را زیر بیاید باریک خوانده می شود، که دو حرفی هست که بعضی اوقات باریک خوانده می شود و یا هم لفظ را هست و همچنین لفظ الف لام است که اگر لام الف لام زبر داشته باشد، لام زبر داشته باشد و یا پیش پر خوانده می شود، اگر زیر داشته باشد باریک. همچنین را هم همین قسم است که زبر پیش باشد پر، زیر داشته باشد باریک خوانده می شود. و او اساس در حالت دو زبر و دو پیش در اینجا پر خوانده می شود و دو زیر باریک خوانده می شود. را دو زبر رن، را دو زیر رین، رن رین. را دو پیش رن، رن رین رن. نون دو زبر نن، نون دو زیر نین، نن نین. نون دو پیش نون، نن نین نون. لام دو زبر لن، لام دو زیر لین، لن لین. لام دو پیش لون، لن لین لون. این بود درس پنجم، بخش اول درس پنجم بود. تنوین خدمتتان بیان شد. خداوند عزوجل برای همه من و شما یادگیری و یاددهی درست قاعده نورانی و همچنین درست خواندن قرآن کریم را نصیب بفرماید. آمین یا رب العالمین. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.